امروز مسلمان ها میگه الله از ما اگر آزرده میشه، رسول الله آزرده میشه، ولی جهان آزرده نشه. امروز در افغانستان تلاش میکنن که صلح برقرار بشه. آیا میشود که خون را با خون شست؟ آیا میشود لباس ما که نجس باشه با نجاست او را از آلودگی پاک کرد؟ آیا میشود صلح بین امریکایی که قرآن میگه ولن ترضا عنک الیهود ولا النصارى، آیا چنین صلحی با کافر صلح؟ با انسانی که رسول معظم اسلام در همین روزی که از دنیا تشریف بردن حرفای رسول الله این بود که چشمانشان باز میشد و بسته میشد، میگفتن که مشرکین یهود را از جزیره العرب بیرون کنید. امروز سرنوشت ما مسلمان ها به دست دشمنان الله افتاده. این سروران عزیز و بزرگوار که ما خار شدیم، ذلیل شدیم، بدبخت دنیا و آخرت شدیم. برای مسلمان ها نمانده، نه آبروی مانده، نه عزت مانده، نه شرف مانده، نه تعالی و ترقی مانده، نه اختیاری به خاک و وطن مانده. چی مانده برای مسلمان ها؟ اگر طیاره ماست به اجازه خارجی پرواز میکنه، اگر طیاره نشست میکنه به اجازه دشمنان رسول الله. اگر امروز میبینیم در هر گوشه بمبارد میشه و الحمدلله امروز بیداری در جهان هست، بیداری که امروز در سوریه میبینیم و کشورهای عربی میبینیم، مسلمان ها بیدار شدن، دیگر اجازه نخواهد داد برای حکام ظالم، برای انسانهایی که ملت ها را به ویرانی کشاندن. بیایید حساب بکنید ملت افغانستان چی گناهی کرده؟ گناه ملت افغانستان اینه که 30 سال سینه خود را در مقابل بزرگترین دشمن سپر کرد. این جرم و جزای ملت افغانستان هست.